سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. داخل این ویدیو میخوام حرکات دست رو مانکن بگم که حرکات مختلفی داره و خیلی کاربردیه. داخل ویدیو بعدی هم حرکات پا رو میگم. حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کنید و نظراتتون رو بهم بگین. برای رسم حرکت دست مانکن، همون مانکن تمرخ سالمون رو میکشیم، دستش هم همون جوریه. بعد میایم 3 تا خط علاوه بر این دستش رسم میکنیم و با درجه های مختلف تا حرکتشون رو نشون بدیم. خب حالا برای رسمش میایم اینجا برای آرنج، این که دایرهش هست، دایره اولش، دایره دومش رو رسم میکنیم برای آرنج و بعد برای مچ. همینطوری هم برای این یکیه. بعد از اینکه دایره دستا رو رسم کردیم 3 تا دست میشه دیگه، علاوه بر این دست اصلی 3 تا دست دیگه هم میشه که بخوایم رسمشون کنیم. خب برای رسم این یکی دستا همونجوری که این دستا رسم کردیم از دست دوم شروع میکنیم. این از زیر بغل شروع میشه تو رفتگی، بعد دوباره برآمدگی بهش حجم میدیم و بعد دوباره که میرسیم به آرنج تو رفتگی بیرون اومدگی، بعد دوباره همونو میایم تا مچ. این سمت هم به همین شکل. تو رفتگی بیرون اومدگی و همونو میایم تا مچ. رسم دستش هم که این شکلی. بعد برای رسم دست بعدی هم همینجوری از زیر بغل شروع میکنیم، میایم تا آرنج و تو رفتگی بیرون اومدگی و دوباره برآمدگی تا مچ دست. این سمتم قسمت بازوش بالا یکم تو رفتگی داره، بعد بیرون اومدگی، تو رفتگی بیرون اومدگی قسمت ساعد یا همون آرنج، ساعد اشتباه گفتم. و بعد دست آخرم باز به همون شکل از زیر بغل شروع میشه، تو رفتگی برآمدگی حجم میدیم بهش، بعد آرنج باز تو رفتگی بیرون اومدگی، بعد دوباره اینجا باز بهش حجم میدیم. این قسمت هم همین شکل تو رفتگی حجم میدیم، تو رفتگی بیرون رفتگی و بعد دوباره حجم میدیم تا مچ دست. در ادامه دستش هم اینجا رو رسم میکنیم، یه حالتی شبیه 2 تا کمان میشه. اینجا این شکلی انگشتاشم رسم میکنیم. رسم حرکت دستمان کنمون تموم شد. امیدوارم کامل یادش گرفته باشین. سوالی داشتین حتما بپرسین ازم. برای درک بیشتر حرکت دست میتونین خودتون جلوی آینه یا اینکه دیدن عکس‌ها، مانکن‌های مختلف، حالا عکس‌های مختلف و طرح مختلف رو بذارین جلوتون و از روی اونها سعی کنید که قشنگ درک کنید آناتومی رو.